چطورین؟ امروز اومدم ولاگ پاییزی بگیرم ولی دیدم اونقدر هم که فکر میکردم پاییز نشده هنوزن. آفتاب داره کورم میکنه. بعد اومدم پارک یکم ورزش کنم ببینم وضعیت چطوره. این چند وقت که نبودم یکم درگیر دندونام بودم، رفتم یکم پیگیری کنم که چطوره. متوجه شدم که 8 دندون خراب دارم و اینجوریه که باید همش میگه درست کنم، اصلا باید ارتودنسی کنم و خیلی اتفاقای دیگه. ماشین اینجا چی میکنه؟ آره بعدش یکیشو همین روز صبح درست کردم. هنوز دندونام بیهسته، لبم این سمتش بیهسته، اصلا یه وضعیه. آره اینجوری شد. بعد دکتر بهم گفتش که علت خرابی این همه دندون با هم شکر خوردن و کیک و تیتاب و شیرینی و کیک چیزای کاش اینو اینقدر تکون ندم. بعد وجود داره ولی من دقیق باید بیفتم تو همون آبی که چاله بود. حالیه روزم و عالی شروع کردم. باید جلوشو بگیرم. باز نمیشه. آره کلن آدم ورزشی نیستم، همیشه سعی میکنم باشم، سعیمو میکنم ولی همش ول میکنم، اینجوریه که یک سر تا حالا ادامه ندادم. یکم به تنیس و بدمینتون و اینا علاقه دارم، گفتم شاید برم سراغ اینا، ولی فعلا به خاطر تایم دانشگاهم خیلی اوکی نیست که برم، ولی خب یه روزی میرم. معلوم نیست که. کل زندگیم که ورزش نمی کردم یکی از علتاش مثلا والیبال نرفتم، بسکتبال نرفتم، بازی‌های توپی نرفتم، دوست داشتم ولی من کل زندگیم عینک داشتم. بعد عینکو برمی داشتم خوب نمیدیدم، سر این هیچ وقت ورزش توپی و اینا نرفتم که ادامه بدم. همیشه دوست داشتم این کار کنم، کلا ورزشی نمی رفتم که از 17 سالگی رفته بودم بدنسازی که مدرسه شروع میشد ول میکردم، سرما میخوردم ول میکردم، به هر بهونه‌ای ول میکردم، ادامه نمیدادم که دیگه از اونم زده شد. بعد دیگه سگ نیاد پاچمونو نگیره، باید پاشیم بریم، اینجا خطریه، باید بریم. از اونجا نقل مکان کردم به خاطر سگا، گاز میگیرن آخه، حمله میکنن. برم یه جایی رو پیدا کنم بشین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو بزن که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر شین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.